سلام به شما. امروز میخوایم درباره یه چیزی حرف بزنیم که فکر کنم خیلیامون درگیرشیم. اینکه انگار سخت شده عمیق فکر کنیم یا روی یه کاری تمرکز کنیم. زود حواسمون پرت میشه، نه؟ هدفمون اینه که ببینیم چرا، با اینکه میدونیم کار عمیق چقدر مهمه و ارزش واقعی رو تولید میکنه، ولی محیط کارمون انتظاراتی که ازمون هست مثل اینکه همیشه باید در دسترس باشیم، سریع جواب ایمیل و پیام بدیم، جلوی این کار عمیق رو میگیره. یه جور تضاد انگار. دقیقاً. و نکته جالبش اینه که این فقط مشکل ما به عنوان فرد نیست. بیشتر شبیه اینه که داریم با یه سیستم میجنگیم. یه سیستمی که انگار اصلاً برای تمرکز عمیق طراحی نشده. همونطور که اشاره شد، انتظاراتمون متناقضه. از یه طرف میخوایم همکارمون خلاق باشه، تمرکز کنه. از طرف دیگه انتظار داریم همون لحظه جواب پیاممون رو بده. خب این نمیشه که. آره، واقعاً این یه سوال خوب پیش میاره که تو منبع هم بهش اشاره میشه. آخرین باری که واقعاً تونستید مثلا 1-2 ساعت کامل بدون وقفه، بدون حواس پرتی روی یه کار فکری عمیق بشید یا یه چیزی یاد بگیرید کی بوده؟ اگه جوابتون همین امروز یا هر روز باشه که خب خوش به حالتون واقعاً، ولی برای خیلیا مثل خود منبع این یه چالش جدیه. تمرین مداوم. یه تشبیه خوبی که استفاده میکنه تشبیه عضله است. میگه توانایی تمرکز مثل عضله میمونه. یه زمانی داشتیمش، قوی بوده، ولی چون استفاده نکردیم ضعیف شده. حالا باید دوباره بسازیمش. آره، عضله تمرکز. جالبه. کتاب کار عمیقم که بهش ارجاع میشه مثل اینکه 2 استراتژی کلی داره. یکیش خیلی رادیکاله. میگه تا جایی که میشه کارهای سطحی رو حذف کن. ایمیلت کمتر چک کن، چت نکن، جلسه نرو. ولی خب خود منبع میگه این شاید برای کسی که تو تیم کار میکنه و باید در ارتباط باشه خیلی واقع بینانه نباشه. دقیقاً. برای همین استراتژی دومش به نظر کاربردی تر میاد، حداقل برای شرایط خیلی از ماها. اونم بحث تقسیم زمان کاری هست. یعنی آگاهانه بیایم یه زمانهای مشخصی رو تو هفته یا روز فقط برای کار عمیق بذاریم کنار. و مهمتر این که تو اون زمانها از دسترس کارهای سطحی و پیام‌ها و ایمیل‌های فوری دور باشیم. یه جور محافظت از اون زمان. مثلا طبق تجربه‌ای که تو منبع گفته میشه بعضی روزهای هفته رو کلاً به این کار اختصاص داد. مثلا چهارشنبه‌ها اگه میشه از خونه کار کرد، یا نه ساعت مشخصی از روز. مثلا صبح خیلی زود قبل از اینکه شلوغی‌ها شروع بشه یا آخر شب که همه جا آروم‌تره. هدف اینه که بشه مثلا 2 ساعت تمرکز خالص داشت بدون هیچ مزاحمتی برای نوشتن، خوندن، فکر کردن. آره. و 2 نکته کلیدی دیگه هم برای موفقیتش هست که خیلی روش تاکید میشه. اولیش داشتن یه الگو و ریتم ثابته. یعنی منتظر نمونیم وقت خالی پیدا بشه، چون معمولا نمیشه. باید خودمون فعالانه اون زمان رو تو برنامه بذاریم. مثلا بگیم آقا من 1 شنبه، 3 شنبه، 5 شنبه ساعت 10 تا 12 شب کار عمیق میکنم. تمام. نکته دومم ممارست و تمرینه. یه ایده جالبی که مطرح میکنه ساختن یه زنجیره از روزهای موفقه. یعنی سعی کنیم این الگو رو هر روز یا طبق برنامه‌مون تکرار کنیم و یه زنجیره بسازیم. حتی اگه یه روز این زنجیره پاره شد، اشکال نداره، از فرداش دوباره شروع کنیم. مهم اون استمراره، نه فقط خروجی اون لحظه. هدف ساختن اون تواناییه. پس جمع‌بندی بخوایم بکنیم، کار عمیق یه تصمیم لحظه‌ای نیست انگار. اول باید نگاهمون عوض بشه، یعنی اون چارچوب فکری که گفتی، تا واقعاً اهمیتش رو درک کنیم و براش بجنگیم. بعدش هم باید استراتژی و تکنیک مناسب خودمون رو پیدا کنیم، حالا یا حذف کارهای سطحی یا اون تقسیم زمان. و کلید اصلی همون تشبیه عضله سازی که چند بار گفتیم، تکرار و تمرین، هی تکرار. ساختن اون زنجیره و ادامه دادنش، این تمرین مداومه که در نهایت اون عضله تمرکز رو قوی میکنه. و پیام نهایی شاید این باشه که حتی اگه دور و برمون ایدئال نیست، پر از حواس پرتیه، باز مسئولیت اصلی با خودمونه. خودمون باید شرایط رو تا جایی که میشه برای تمرکز و رشدمون فراهم کنیم. این اول از همه برای خودمون خوبه.
حالا یه سوالم برای شما که دارید گوش میدید، برای فکر کردن. با توجه به وضعیت الانتون، کوچکترین قدمی که میتونید همین هفته ولی به طور مداوم برای ساختن یا قوی کردن این عضله تمرکز بردارید چیه؟